انشالله امروز درسی آخرانمان هست، درسی ششمی فقه حید. الحمدلله و ماشاءالله که خواهرمان عایشه با ما هست در همین درسی آخرم. الله سبحانه و تعالی برای شما برکت دهد و برای شما فهمیش علم را نصیب کند تا اینکه شما انشالله به دیگران برسانید. کسانی که با ما نیستن امیدوار هستم که شما توانستید که درس ها را از طریق ویدیوها گوش کنید انشاءالله. خوب، انشاءالله سر میکنیم. درباره ایاس کمتر برای شما میفهمانم. باز هم یک بار دیگر میگویم با شما که این قانون هایی که من با شما میفهمانم بسیار سرسری است، بسیار مختصر هست و بسیار آسان کرده میفهمانم. متاسفانه نه وقت را دارم که برای شما در این موضوع تخصص بدهم و نه میتوانم که با این قدر فهمیشی زبان تاجیکی هم برای شما بفهمانم. برای همین امیدوار هستم که همین رو شما انشاءالله برای فعلا بفهمید و در آینده اگر الله سبحانه و تعالی خواست و برابر کرد در آینده میتوانیم که قاعده های بیشتری رو برای شما بفهمانم. برای ایاس همون سن سال رو گفته می شود که زن در همون سن سال وقتی که می رسد و حیضش که بس می شود دیگر حیض نمی آید، همون سن سال را سن ایاس گفته می شود و زنی که حیضش قاق می شود و حیضش بس می شود آن زن را عیسه گفته می شود. خب برای ایاس دو شرط است. بعضی زنها وقتی که سن سال 45 میرسن یا 35 میرسن، بعضی ها از دهانشان من میشنوم که میگوین که من آیسه شدم یا اینکه من دیگر حیضم نمی آید، من تمام شدم. اما از جهت فقه اسلامی این خیلی نیست. از جهت فقه اسلامی دو شرط هست برای آیسه شدن. دو شرط هست. یکم چنانی که میبینید سن و سال 55 سالگی. اول زن باید 55 سالگی چی شود؟ قمری شود، یعنی 55 سالگی اسلامی شود تا اینکه آیسه حساب شود. و دوم چی است؟ حیضش باید بس شود. حیضش که بس شد و سن سال 55 سالگی یعنی که کلانتر رو برسد، وقتی که هر دوی همین شرط ها که بجا آمد بعد زن عیسه حساب می شود. یعنی که دیگر برایش مثلا احکام حجاب، مثلا رویش رو محکم کردن یا مویش اگر کمتر بتاود یا اینکه یعنی پیر حساب می شود، همین خلق قانون ها برایش کمتر آسوده می شود و دیگر می تواند که همیشه نمازش رو بخواند، مثلا دیگر حیض ندارد. و این آیسه بودن زیادتر به احکام طلاق و به احکام حجاب و به احکام نکاح دخالت دارد. برای همین دانسته این مهم هست، اما زیاد درباره در این درس گفته نمی شود چون که احکامش به دیگر چیزها تعلق دارد. همین قدر بفهمید که وقتی که زن عیسه که حساب شده قانون‌های حجاب برایش کمتر نرمتر می شود، کمتر آسانتر می شود. بله اگر مثلا زن 55 ساله شده باشد و حیضش هم کم قاق شده باشد، اما باز هم به مانند زنهای یاش بتابد و مثلا رویش چهرهش بسیار زیبا باشد و فیگور داشته باشد و غیره، برای آن زن هم جایز نیست که از حجابش یا اینکه از لباس پوشیش کم کند و کم بگیرد حجاب را. اما اگر حقیقت پیر شده باشد و به سن سال ایاس رسیده باشد، برایش کمتر آسوده کرده می شود همین احکام حجاب و احکام طلاق و نکاح و غیره. و اگر زن 55 ساله شود اما حیضش بس نشود، باز هم حیض حساب می شود، یعنی که باز هم زن حساب می شود که حیضش می آید و عیسه حساب نمی شود. یا برعکس اگر حیضش بس شود اما سن سالی 55 سالگی رو نرسد، باز هم عیسه حساب نخواهد شد. برای عیسه حساب شدن باید که هر دوی شرط ها باید یافته شود. و اگر بعد از عیسه شدن اگر گمان کند که مثلا 56 ساله باشد و حیضش دیگر نآید، 1 ماه دید نآمد، 2 ماه دید نآمد، 3 ماه دید نآمد، فهمید که من چی شدم؟ عیسه شدم.
اگر بعد از 3 سال دوباره اگر برگردد خون، اگر بعد از 3 سال خون ببیند، چی باید کرد؟ این خیل در فقه اسلامی امکان دارد که کسی عیسه شود بعد حکم عیسه قطع شود. این خیلی امکان دارد. مثلا اگر کسی 56 ساله باشد و حیضش بس شود، خود را عیسه حساب کند، بعد 3 سال میبیند که خون نیست، خون نمی آید، خود را گمان میکند که عیسه شده است. اما در سن و سال 59 سالگی میبیند که خون جاری شد. اکنون دیگر عیسه حساب نمی شود. اکنون اگر در اینجا چند اقوال هست، اما از همه قول صحیح همین هست و قولی که معمول بهی هست، یعنی که عمل کرده می شود بر آن قول، همین است که اگر خونی که از آن زن جاری می شود اگر خونی سیاه یا اینکه سرخ باشد، این حیض حساب می شود. و این چونین اگر رنگی باشد، مثلا رنگی خرمایی باشد یا رنگی نمیدانم دیگر کدام رنگ ها است، اما رنگی کم ترک زردی بلند باشد که در عمرش زیاد همین رنگ رو تجربه میکرد یا اینکه زیاد همین رنگی خون رو میدید در زندگیش، عادتش همین خیلی بود که رنگی زردی بلند میدید یا اینکه رنگ خرمایی میدید یا رنگی بگیم روزوی میدید، اگر این خیلی عادت میداشت و همین خیلی رنگی خون رو دید، این هم حیض حساب میشود. فقط مهم چی است که باید با قاعده ها و شرط های حیض هم مطابق شود. یعنی که اگر فقط یک چکر دید، این حیض حساب نخواهد شد، این استحاضه حساب خواهد شد. اگر 3 روز رو پورا کرد، این حیض حساب می شود. و این چونین اگر 2 روز خوندک، این حیض حساب نمی شود، این استحاضه حساب می شود و غیره. خب همین بود کمتر درباره قانونی عیسه. زنهایی که مثلا شما میشنوید که آنها چی میگویند که من عیسه شدم و سن و سالشون و 55 سالگی قمری که مطابق میشود با 54 ساله و چند ماهی کلندر میلادی. برای همین 55 سالگی چی اسلامی را اگر نرسیده باشند، آنها را عیسه حساب کردن درست نیست و با آنها امکان دارد که حیضشون دوباره برگردد. دوام میدهیم به غسل حیض. یک بار من میدونم که انشاءالله امیدوار هستم که شما درباره غسل حیض با خبر هستید، درباره عموما غسل چی طور باید کرده شود، غسل سنتی، غسل از حدث چی طور باید کرده شود، امیدوار هستم که شما با خبر هستید. اما باز هم یک بار گفته میگذاریم، غسل حیض میدانید که غسلی که برای پاکی حاصل کردن از نجاست یا از حالت نجیس 3 فرض دارد. غسل را باید پیش از آن که درباره فرایضش صحبت کنیم، یک چند چیزهای دیگر را من برای شما میگویم. غسل را باید فوراً بعد از قاق شدن حیض یا اینکه بس شدن حیض کرده شود. اگر کسی مثلا 7 روز حیض دارد یا 8 روز و غیره و غیره، از 3 روز زیاد باید باشد، از 10 روز کم، همین که حیضش قاق شد و امکان دارد یعنی در خانه هست، مخصوصا وقتی نماز کم هست، باید فوراً غسل کند و به نماز خانهش برگردد. ولی اگر وقت دارد مثلا شو چی شد حیضش بس شده، باید غسل کند. اگر خواب کند این خوب نیست، باید این خیل نکند، اما باز هم وقت دارد. مثلا اگر نیت کند که من سحر بر وقت خسته غسل میکنم بعد نماز فجر را میخوانم، این برایش جایز هست، اما خوب نیست، چون که یک انسان اگر در خوابش فوت کند این حالتی خوب نیست. مثلا به حالتی پاکی از دنیا نرفت، به حالتی حدث و نجاست از دنیا رفت. برای همین اقلا شما چی عادت رو به خود بدهید و با شوهرانتان که اگر شما در حالتی حیض باشید و حیضتان پاک شده، شما باید غسل کنید تا اینکه شما طاهر حساب شوید، طاهره حساب شوید. برای همین اگر شما خواب کردنیت شب یا این به کدام حالت دیگر دخل دارد، اگر با شوهر هم خواب شود کسی و اگر نخواهند که شب غسل کنند،
اگر خواهند که سحر خیسته پیش از نماز غسل کنند از حالت جنابت، اقلا باید عادت داشته باشند که در بینیشان و در دهانشان آب ریخته دهان و بینیشان را پاک کنند پیش از خواب کردن. چون که اگر انسان در خوابش مثلا فوت کند، وقتی که مثلا همان بدنش را که غسل دادن در وقتی که فوت کرده، وقتی که مرده را غسل داده می شود، در بینی و در دهن آب ریختن هم مشکل هست و هم کرده نمی شود. برای همین اگر دهان و بینی را اگر نشسته باشین، گویا که غسلتان پورا نشد. برای همین این چیز بسیار خوب هست و بسیار یک مصلحت خوب است که در شب اگر شما غسل نمی کنید، اقلا دهن و بینی رو پاک کرده خواب کنید، تا اینکه وقتی که بدنتان را در سحر شوشتن چی شود، غسلتان پوره شود. و اگر کسی 7 یا 8 روز اگر نداشته باشد، عادتی 7-8 روز نداشته باشد حیضش، وقتی که 10 روز را که رسید، وقتی که 240 ساعت را که رسید، باید آن وقت چی کند؟ فوراً غسل کرده به نمازش برگردد. برای همین مهم هست که شما روزی یکمی که شما حیضتان می آید، شما ساعتش را نویسید، تا اینکه اگر حیضتان بس نشد، شما بتوانید که بعد از پوره شدن 240 ساعت فوراً غسل کنید. خوب، اگر کسی دو حالت را برای شما میفهمانم. اگر کسی حیضش ساعت 2:40 اگر بس شد و نمازی بگویم نمازی عصر ساعت 3 است، خب یعنی این زن چی دارد؟ این زن 20 دقیقه دارد برای غسل کردن و لباسهایش را دوباره پوشیدن. وقت است، چون که میتواند که مثلا آب را گرم کند و فوراً چی کند؟ لباسهای خود را بکشد و دوباره غسل کند و وقتی که غسل کرد دوباره لباسهای خود را بپوشد و اقلا در جای نماز استاد شده اقلا تکبیر تحریمه را بگوید. برای تمام اینها وقت است. اگر این درس ها را، چون که من برای دیگر خواهرها در اینجا که اول درس دادم، برای ما مثلا برای کسایی که در روسیه می باشند، برای آنها 20 دقیقه برای شستن و غسل کردن کافی است. اما اگر شما مثلا در جای زندگی میکنید که باید اول آب را رفته از مثلا اگر از چاه باشد یا اگر از بیرون، بعضی ها هستند که در قشلاق ها زندگی میکنند، باید آب را رفته از کین کجا بی آورند، بعد باید چی کنند؟ علاو کنند و آب را گرم کنند و غیره و غیره. اگر این خیل زن اگر در این خیل شرایط باشد، برایش ای دخل نداره، چون که برای همین خیل زن 20 دقیقه کافی نیست. برای این خیل زن اقلا نیم ساعت تا 1 ساعت ضرور هست. برای همین برای کسایی هست که آب دارند یا آب را میتوانند که به زودی گرم کنند و برایشان 20 دقیقه کافی است. اگر برای شما و برای حالت شما 20 دقیقه برای غسل کردن و برای لباس رو کشیدن دوباره پوشیدن اگر کافی باشد، برای این خلزن نماز ظهر برایش فرض میگردد و اگر نماز ظهر را نخواند، مثلا تنبلی کند بشیند، باید نماز ظهرش را قضا کند. برای چی؟ برای آن که 20 دقیقه داشت که غسل بکند و شرایط داشت که غسل کند و آب مثلا مهیا بود، آب را گرم کردن هم شرایطش بود، 20 دقیقه برایش کافی بود و این خلزن اگر نکند باید نماز ظهرش رو، یعنی نماز پیشین رو باید قضا کند. اما اگر میشنوید من رو؟ آوازی من رو میشنوید خوب؟ خوب. حالت دیگر این است که اگر شما در جای باشید، مثلا بعضی کسا هست در قشلاق ها، بعضی کسا هست در دیگر جای ها که زندگی میکنن، برایشون 20 دقیقه کافی نیست. اگر شما این خیل باشه که 20 دقیقه برایتان کافی نباشد یا وقت زیاد نمانده باشد، مثلا حیض کسی ساعت 2:55 آخرین بار میبیند
بعد چی شد؟ نماز عصر ساعت 3 است. همان صحنه هست، اما فقط حیضش دیرترک بس می شود. برای این خلزان وقت برای غسل کردن، لباس پوشیدن و کشیدن و تکبیر تحریمه رو یک بار گفتن کافی نیست، چون که فقط 5 دقیقه است. در 5 دقیقه برای انسان آسان نیست که هم لباسهای خود رو بکشد و هم غسل کند و لباسهایش رو بپوشد و مویایش رو مثلا کم ترک قاق کند و در جای نماز استاد شده مثلا سطر خود رو ببندد و در جای نماز استاد شده و تکبیر تحریمه رو بگوید. برایش وقت کافی نیست. چون که برایش وقت کافی نیست، برای این خلزن نماز ظهر رو یعنی نماز پیشین رو برایش خواندن فرض نمی‌گردد. 5 دقیقه بود، بله این درست هست که برای 5 دقیقه چی بود؟ پاک بود، یعنی که حیضش بس شده بود. اما چون که این الان غسلش را نکرده است، برایش و حتی برای غسل کردن هم وقت ندارد، برای این زن نماز ظهر فرض نمی‌گردد. و این چونین چی گفتم که اگر 2:40 هم اگر حیض یگان زن مثلا بس شود، اما 20 دقیقه برایش کافی نباشد، مثلا آب نباشد یا آبی گرم نباشد، باید اول علو تیار کند و آب را گرم کند و غیره، یا اینکه اول باید آب بیارد و غیره و غیره. اگر امکان نداشته باشد 20 دقیقه برایش کافی نباشد، برای این خل زن هم نماز ظهر فرض نمیگردد. اما نماز عصر بله فرض میگردد، چون که قریب 1-1.5 ساعت وقت دارد. طریقه غسل. 3 عملهای فرض غسل را شما میدانید، اما باز هم یک بار دیگر میگویم. دهان را یک بار غرغره کردن، بینی را یک بار با آب تازه کردن و تمام بدن را یک بار پوره شستن. خب این هست 3 فرایض غسل. باید که دهان تر شود، یعنی با غرغره کردن. بینی هم باید قسمت نرمی بینی باید تر شود، باید آب به قسمت نرمی بینی برسد و تمام بدن را، یعنی تمام بدن را با تمام موی ها هم، با تمام موی و سر بینی تمام جای باید یک بار تر شود، یعنی که یک بار باید آب به آن جای ها برسد. و این هست طریقه، این هست عملهای فرضی. اما پورا طریقه را چطور باید کرده شد، یعنی طریقه سنتش چی است؟ اول نیت کردن، دوم دست ها را تا بند دست شستن. خب یک بار دست ها رو شستن تا اینکه، چون که شما دست رو برای تازه کردن خود چون که استعمال میکنیم، اول دست را اگر بشویم این چی است؟ سنت هست. سوم استنجا کردن، پیش از شستن بدن و شستن دیگر جای ها اگر یک بار استنجا کرده شد این هست سنت. بعد از استنجا کردن یعنی شرمگاه رو شستن، پورا طهارت کردن. یک بار پیش از غسل کردن اگر انسان طهارت کند این ادا کردنی سنت می شود. اما اگر کسی طهارت نکند و همین خل فورا بگیرد تمام بدنش را تر کند با بینی و دهنش، این هم کافی می شود. نماز خواندن اجازت است، اما پورا یک بار طهارت کردن این سنت هست. این طریقه سنتی غسل است. پنجم، بر تمامی بدن 3 بار آب ریختن تا اینکه یک موی هم خشک نماند. این هم چی است؟ این سنت نیست، این فرض غسل هست، اما با این ترتیب کردن و این طریقه رو استعمال کردن این تمامش طریقه سنت هست. بسیار مهم هست که به تمام جایها آب برسد. باید آب به زیر چله و دیگر زیورات هم برسد. اگر شما یکم چیز پوشیده اید، مثلا گوشوار، باید کمتر گوشوارتان را حرکت بدهید، کمتر چله‌ای که مثلا بسیار چسبیده است به انگشتتان باید کمتر حرکت بدهید. اگر یکم زیورات دیگر در بدنتان هست کوشش کنید که آنها را کمتر حرکت بدهید تا اینکه به زیر آنها آب برسد. و یک نقطه دیگر همین است که بعضی ها همین خیلی گمان دارند که در وقت حیض ناخن‌ها رو گرفتن جایز نیست، اما این اصل ندارد، این یگان باقی ندارد. در وقت حیض ناخن‌ها رو گرفتن جایز هست. خب امیدوار هستم که برای شما همین نقطه ها آسان بود. خب آخران چیزی که من انشاءالله برای شما امروز میفهمونم این درباره این است که اگر انسان یا شخص
در کار یا در مکتب اگر پاک شود، یعنی حیضش بیرون از خانه اگر پاک شود و اولی باید مثلا کار بکند یا اولی در مکتب چند ساعت مانده است، چطور میتواند که مثلا نمازش رو بخواند وقتی که غسل کردن در بیرون مثلا مشکل هست یا امکان ندارد؟ پس این به خود احکام دارد. اول همین است که وقتی که انسان در بیرون هست یا در کار است یا در مکتب است و مثلا بگوییم که ساعتی 9 سحر می رود بر کار و ساعتی مثلا 5 بر می گردد، باید که اقلا مثلا نمازی پیشین را ادا کند. بعضی وقت تا ساعتی 5 مثلا وقت هست برای پیشین، بعضی وقت نیست. بعضی وقت علاقه بس ساعتی 3 یا 4 نماز عصر داخل می شود. این وابسته از این است که کدام ماهی سال هست. به هر حال مثلا بگوییم که نماز ظهر، نماز پیشین ساعتی 3 یا 4 علاقه قضا می شود، ختم می شود وقتش. پس این شخص که در کار هست یا در مکتب هست و حیضش مثلا بس شد، باید چی کند؟ غسل کردن نماز خود را باید ادا کند. اما شرایط غسل کردن یا شرایطی نماز خواندن مثلا غسل کردن اصلا مهم هست ندارد. پس چی باید بکند؟ از همه کار یکم همین است که باید تمام کوشش خود را بکند برای پیدا کردن آب و غسل کردن. اول همین است که اگر در کار هم که باشد، در مکتب هم که باشد، اگر دختر میداند که چی شد، مثلا میرود حاجتخانه میبیند که حیضش بس شده است، باید کوشش کند که اگر مهم هم که باشد باید کوشش کند که آب را پیدا کند، یا اینکه از مکتب جواب گرفته همان روز خانه برگردد و غسل خود را انجام داده نماز خود را از دست ندهد. انشالله اگر کسی این خل بکند، انشالله که در درسهایش هم در دیگر چیزهایش هم برکت می شود. و اگر این خل کردن نتواند، مثلا اگر کسی بگوید کسی در کار باشد و نتواند که کار را مثلا چی کند، قلف کند و برگردد به خانه، مثلا اگر کسی او را باز می دارد، مثلا معلم هست، معلمه هست، میگوید که نه اجازت نیست که از درس بروی، یا اینکه سرکار هست، سرکار دارد، کسی میگوید که مثلا اجازت ندارد که از کار براید، اگر براید مثلا دیگر به کار بر نمیگردید. اگر این خیلی یکان کس باشد که از خدا نترسد، باید چی کنید؟ باید زن باید تیمم کرده نماز خود را ادا کند. باید کوشش کند که خاک پیدا کرده مثلا تیمم کرده اقلا نماز خود را در همانجا ادا کند. خب این چی می شود؟ این گرچندی که گناهگار نمی شود، باید بعد چی کند؟ قضا کند. مثلا من مثالی چی را برای شما دادم، کسی که در کار یا در مکتب هست و نماز پیشین ساعتی 3 یا 4 قضا می شود، این عالی باید تا ساعتی 5 در مکتب یا در کار باید بشیند. باید این شخص کوشش کند که اقلا چی کند؟ تیمم کند. مثلا با دیوار تیمم کردن جایز هست، به شرطی که در دیوار چی نباشد؟ کراسکه نباشد. اگر در دیوار کراسکه نباشد، تیمم کردن با دیوار، با خاک دیوار جایز است. برای همین بعضی مثال ها است. یا خاک زمین تیمم کردن، انسان باید نماز خود را اقلا نماز فرضی خود را 4 فرض پیشین را ادا کند. خب اگر کسی این خیلی بکند، باید بعد نماز خود را قضا کند و برای کاری کردگیش گناهگار نمی شود، چون که این از دست خودش نبود. این از این خاطر نمازش را به غسل خواند، برای آن که یک کسی دیگر در سرش غالب شده او را منع کرد. خب و اگر کسی او را باز نمی دارد اما وقت ندارد که غسل کنند، مثلا در خانه نیست، در بیرون هست، در بازار هست، در یک جای دیگر هست، وقت ندارد که تو خانه برگردد و غسل کند، یا حتی تو خانه یک دوستش رفته غسل کند، یا خیلی همین ندارد وقت برای غسل کردن، باز هم باید تیمم کردن نماز خود را ادا کنند. در این حالت بعد قضا کردن شرط نیست. برای چی؟ برای آن که این وقت برای غسل کردن نداشت.
از خاطر خودی وقت نه، از خاطر که در بیرون هست. شما فرق رو بین این و بین صحنه قبلی که من برای شما در دیگر صحیفه که فهماندم بفهمید که اگر انسان در خانه باشد و وقت نداشته باشد، نماز برایش حتی فرض نمیگردد. اما اگر وقت داشته باشد اما در بیرون باشد و از خاطر در بیرون بودن وقت نداشته باشد، از این خاطر نماز را با تیمم میخواند و قضا کردنش شرط نیست. این صحیفه بسیار صحیفه مهم هست، چون که زنها زیادی وقت میشود همین خلق که در بیرون مثلا پاک میشوند و وقت دارن، اما از خاطر در بیرون بودن غسل کردن نمیتوانند. مثلا این بود بعضی مسائل حیض، نفاس و ایاس و بعضی دیگر نقطه ها و عمل های جایز و ناجایزی وقتی حیض. امیدوار هستم که برای شما مفید بود و انشاءالله همین آخران درس هست. اگر یکم سوال دارید حاضر یا در آینده میتوانید که در گروه روان کنید تا اینکه همه خواهرایی که سوال جواب رو میخوانند با آنها هم مفید شود و آنها هم جواب خود را بگیرند. انشاءالله در همینجا بس میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.